نازنینی تو، ولی در حد خویش. الله پامنه از حد و بیش. نباید این شایعه پیش بیاد که ما انسان‌های ارزشمندی نیستیم. هر انسانی که متولد میشه نوری از انوار خدایی رو حامل هست و به همین واسطه بسیار محترم. حتی وقتی که تخطی میکنه هم اون نور درش هست و به اون نور میباید احترام گذاشت. حتی موقعی که سیاست کردن یا تنبیه کردن کسی که تخطی کرده هم میباید شأن انسانیش رو در نظر گرفت. اینکه کسی رو دارن پاچوب دار میبرن بخوان بهش توهین کنن، تو سرش بزنن یا چیزایی مثل این. حالا بگذاریم از اینکه نفس عمل خودش به هر حال ماجرا داره، ولی اینکه به هر حال میخوام بگم در هر بدترین حالی هم میباید شأن اون نور خدایی رو نگه داشت و رعایت.